سلام، به دومین ویدیو یک بار مصرف خوش آمدید. توی یک بار مصرف شما ویدیو رو تنها یک بار نگاه میکنید. خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز با همه بچه‌ها عرفان تاکسی، سهیل، علی استوری، مانی، رضا، افشا، هادی، مهدی، مکریون اومدیم آقا ویدیو بازی دور رو بگیریم. حالا بازی دور چیه؟ توی این بازی بچه‌ها به تیم‌های 2 نفره تقسیم میشن و روبرو هم دیگه بازی میکنن. بازی دور به این صورته که بازی به شرکت کننده یک کلمه رو نشون میده و اون شرکت کننده باید به طور غیر مستقیم اون کلمه رو به هم تیمی خودش برسونه و اگر درست حدس بزنه بازی به تیم بعدی میرسه و در نهایت تیمی که زمانش زودتر تموم شه از دور مسابقات حذف میشه. عرفان تاکسی وایسا بذار بگم. حالا یار عرفان تاکسی کیه؟ مانی افتیم. رضا برو بعدی. سهیل سدروسی وایسا بگم. تیم بعدی. خب آقا الان سهیل و سدروسی ببینم کی. بریم بعدی. نفر بعد افشار تیک. خب یارش که مانی. علی استوری. گیم من کلا باشه بابا. هادی. مانی چرا تو هنوز؟ هادی کی گفته؟ هادی سولمیت. آخری هم دیگه خودم و علی مکریوه میشیم دیگه. بیا داشتم استودیو گادا. یک دو سه. چی داری؟ چی داره؟ تو آفرین. جوجه نه ریسر. بلرز کار پاتون چیه؟ کی من بدم؟ اسم بزن من اسم کی میرم؟ چی میپوشی؟ لباس. خب چی میریزی لباساتو؟ لباسشویی. نه قبلش. کمد لباس. نه قبل بعدش. کثیفه وقتی. رخش چی؟ تمام. تنابه. نظر چی میریزی؟ سبد لباس. بکی کلونه کوچولو ریز میشه. تاموجری موش. نداره چشم نداره. موش ریچش. موش گود. ریچش. آقا این چیه که وقتی غذا میری میخری ماهی داره توش چی بهش میگن؟ کن ماهی؟ خب نه بهش یه چی؟ یه اون که داره عمله. تو چی که داره؟ بردی. نبرد دیگه چی داره؟ یک دو سه. رضا چی لیست میزنی؟ بستنی. خیلی خوب. قم چی داره؟ سوهانه قم. سوهانه بستنی بدم. سوهانه. نیش میزنه. چی میزنه؟ نیش مار. اینجوریه. اغلب. آقا چی باشه آب میخوریم؟ لیوان. ولی جنسش یه ذره لیوان استیل. این چیه این؟ آقا نظم میز خراب میشه. میخورم. کتاب. نه این چه دفتر. چه میزیه؟ میز کتابی. میز دفتری. میز چوبی. میز کاغذی. نه من دارم میخورم. کتاب داری میخونی. میز کتاب. میز تحریم. چیکار میکنم؟ میز آخری. مدرسه میرم مدرسه. دانش آموز. نه میز چیه؟ میز مطالعه. بده. چرا گفتی؟ کلام تمام شد. رضا یه چیزی شاکی میدم پول خب برم چیه؟ یه غذای قدیمی خب مامانا درست میکنن بعضی وقتا اصلا خوشمزه نیست امروزی ها دوستش دارم. خیلی خوش کرفس، خوش بامیه. نه خوش مرصع پلو. نه برنج چیکار میکنن؟ چی میکشه؟ دیس. نه برنج چی میکشه تو قابلمه؟ میخواد کفتی. میخواد بپزه چی میکشه؟ دم. آفرین. حالا این غذای با دم و برنج دم کنی. دم غذا با دم. دم پخت. کجا؟ نه این نبود. دم پختک بود. چیز قبل غذا چی میخوری؟ آب. نه کاهو داره توش. کاهو داره سالاد. آفرین. بونجوخ مادام. سالاد فرانسوی. بیا. آقا کنار کباب چیه یه سبزیه؟ ریحون. همون که بفرمایید درست کردی بفرمایید. لازریا. همون مرغ مینا. آقا این دیگه خیلی تقلب. آقا ذهنش یه جور بده که نبینه دیگه. یک دو سه. چیز نمیندازه بابا. چیز نمیندازه؟ کنترل. آفرین. دیدی؟ نه به قرآن. خب این الان وقتمون رو داره زنگ تلفن چیز وصل نیست به جایی. تلفن 20 سیم. آره بگو شیشه با کنی شیشه با کن.
مال اینا خیلی بذار میگن باسنش مثل چیه؟ مثل میوه است. هلو من باسنت مثل چیه؟ ترشه گالوچه. آره آقا یه چیزی که یه میوه است که بهش میگن استراحت میکنه یه جا. آفرین بزن بگو چکش نه چو ای چی مگس تیخ میخ آقا نباید بگی کلمه قبول نیست کفش قبول نیست نباید کلمه شو بگی چی بگو؟ کلمه مگس بود نه این گفت مگس کش بود نه اینجوری گفت اینجوری زد کش دیسکوالیفای اینجوری کردیم چیه؟ برید بیرون توش سفید میوه است چرا گفت فروت؟ نه بابا این میمونا میخورن ناجی آفرین چیز شلی که باش آب میدن آپاش شلنگ بده کنجد مشکی چیز زرن نه وای خورم بگو به قرآن میدونم اینا فاسد جوجه چی میخوره؟ به جورم مادرم جوجه چی میخوره؟ باختی دونه آفرین آقا یه چیزی که ما وقتیم حاجی سیادونه همه بردی؟ برد میگن سویلی داداشم شما بردی 8 ثانیه اختلاف بگو یه چیزی بگو. به دیوار بس میکنن بافتنیه به دیوار بس میکنن و بافتنیه به دیوار بس میکنن بافتنی. قالی ادامه بده قالی فرش. آره و دومیش فرش. آره حالا فرش چیه؟ دیواری. نه چیه فرش؟ تابلو فرش. ایچی چیه؟ گوشی. آب توش میدم یکی از لوله تو همونی که گفتی اول یه تو دیگه لوله پولیکا نه لوله آهنی کج میشه بازویی نه آخرش فرق داره همونی که گفتی آخرش فرق داره لوله نه حرف آخرش فرق داره لولی نه لولا آفرین لولا چیه؟ میخوابی روش توشک کوچیکه پیرمرد نیست. کوچیک پیرمردی میخوابیم روش بچه یوتیوب This is a joke بچه چی بود؟ بابا میکشم باش. چاقو نه اون یکی تفنگ آفرین. حالا دومیش تفنگ آپاش نه اون یکی تفنگ لیزری نه اون زن پرنده پوا تفنگ بادی آفرین. باشه اومد بدی گوش کن برقی. نه همزن برقی. گرد خوشمزه است گرد خوشمزه قهوه‌ای کیک تو سوراخه کیک کیک دونات چی شکلاتی. آفرین چی روش وایسیم روش میشینیم رو زمین میذارم موزاییک نه آفرین نه چی دستیه خیلی قدیمی گرونه نه خیلی گرونه نه رو زمین میذارم میشینیم قتلگاه غالی دستباف داداش اصلا دور خودتی؟ یه چی نیش میزنه پشه نه درازه هزار پا درازه نیش میزنه شعرم ها شعرم گونه با موش میخوره دهنش باز میشه با موش میخورن وای غیر دیدن بابا دراز زیتونی میده خب ما آفرین میگه تلفنم چی شد الو قطع وصل شد مار پیچ نه بابا تلفنم چیز شد گوشیم الو نمیفهم بابا مار تلفن چی میشه وقتی قطع میشه نه برعکسش قطع مار بچه مار ولش کن خب مار چی میشه وقتی چیز میکنه میگه تلفنم چی شد نه چی خورد پشت خطی تلفنم چی خورد زنگ خورد غذا میخوریم روش خوشخواه چی میتونی بکنی
نفهمیدم. یک ثانیه آخر من به ثانیه رفت. چیز چرخ ماشین. چرخ ماشین. یه زب در خونه بهو بده. تایر. سرام آمپول زخم سرام آمپول دیگه آمپول زخم نه معتادا میزنم. انسولین معتادا میزنم. چی میزنم؟ معتادا میزنم. گل داداش چیز داری گل اینجوری میکشم. نمیدونم چیه واقعا. سوزن انقدر خواه میزنم به دست. سرام نه سرنگ. بابا گام داداشتمو نگاه کن. با علی چند روز بی ویدیو مسیج گرفتی از درخت کندی خوردی. توت. سیاهشه. شاتوت. زودیاک. چیزه در مغازه رو باش میگیرم میرم بالا. کرکره. یه لاک‌پشت خریدی. خب چی بود؟ رافائل. نه چی بود؟ اسمشه خزنده. نه از برج میلاد خریدی. سنگی. چیه سنگی؟ لاک‌پشت سنگی. نه حیوان مجسمه سنگی. میخورن سر صبح. صبونه چایی شیرین نون پنیر نون چی نون چی نون پنیری نونه دو حرفیه تافتون نون دو حرفیه سنگک نونه لواش نونه روش میریزن پنجری بربری نه تافتون دو حرفه نان خوش نان دونه یه سو دونه گنجه خشخاش نه جو خشخاش. این چی بگو دیگه دست میزنی؟ چهارپایه روش چیزی میذارن خب چهارپایه‌ای که روش چیزی میذارن پنج پایه روش چیزی میذارن چوبیه روش چیزی میذارن تخت چوبیه روش چیزی میذارن میز آره خب حالا یه چیزی که میخوره خرس میخوره عسل آره میز عسلی آره ممن یه وسیله که باش یه مگس یه چیزی که مگسش برقی؟ نه مثل مگسه خب ولی باش میکشن مثل مگسه یه حیوان مثل مگسه شاپرک نیش میزنه باد میکنه زنبور نه کوچوله شاپ نه شاپ سنجاق مثل مگسه کوچولوه موریانه پشه آها باش میکشیم پشه کش خب مثل پاستیله ولی سفیده ماشالله بده اون اموردستی عجب بازی سختی شده بریم قمقمه سیب با چی رامی؟ پای سیب توی یه چیز کاغذی تقویم نه سررسی چیزی نامه میفرستن چیه نامه؟ پست چیه نامه؟ کاغذنامه نه چیه پاکت نامه آره ولی توش چیز دیگه تلگرام پاکت پول پاکت پول آره بابا من یه زودتر گفتم اینو محمد یه ادویه یه تنده پاپریکا نه فلفل تون آها خب فلفل سیاه آفرین سیب زمینی میریزن توش سیب زمینی گونی درسته برو خودمون رو روش میکشیم نه ترازو بابا شو راحت‌تره خودش میکنی گریه میکنی خودشون گریه میکنه پیاز میکشی رو خودت بدا پتو زیرانداز بگو نه باختیم بابا باش سیگار روشن میکنی فندک خب یه نوعی فندکه اوپنهایمر بگو اوپنهایمر چی بود؟ بمب هسته‌ای یه دونه دیگهش موشک فندک چی اتمی آها میرن سینما میدن پاپکورن مال یه کشور هند چیزیه داره آقا گفت پاپکورن همون پفک چیپس یه دونه دیگه از رنگیه این چیه؟ مثل میخورنش تو سینما رنگیه قمقمه یه خوراکی رنگیه یه خوراکی رنگی چیه؟ مثل چیپسه هنوزی کاتی نمیدونم بابا پفک هندی بابا هندی تو نمیدونی چیه؟ بابا سینما چرا؟ سینما بابا هندی داره دیگه مثل پافیلاه گفتی دیروز خوردیم توی راست گفتی دیروز خوردیم چیزه باهاش شراب درست میکنن انگور آفرین رنگش این خیابونه بغل چون رفتیم برات خونه دیدیم انگور شرقی نه انگور بکن این خیابونه این بغل بود آقا عسکری انگور عسکری چی بگم انگور انگور عسکری دیگه چیه ببین
ما با هم یه نفریم، نباشیم دو نفریم. بریم. آهنگ گوش میدم باهاش. هنزبری؟ نه بلنده. اسپیکر؟ ببین داداشی بلنگوه. داداشی بلنگو شبیه بلنگوه. اسپیکر بلنگو. داداشی اسپیکره. چیه اینو میذارن؟ دیسکو. نه یعنی چه؟ بابا من صدا تو چی میکنم؟ بلنگو. نه میکروفون. صدا تو من چی میکنم؟ باند ضبط اسپیکر. نه ضبط صداشو زیاد کن. ضبط ماشین. ضبط بابا این اوتیسم داره. بابا احمق. ضبط چی؟ ضبط صوت. خاک بر اون سرت کن. باش میدوزن. نخ سوزن. خب حالا اینجوری نه خیاطی دستی. ولش کن. داداش باخترم اینجوریش. صوت رو باید بگید صدا. یه اسم دیگه صدا. آجی انقدر اینا چیزا ما کافی ریلکس صحبت کنیم فقط. رضا یه غذاییه که یه چیزای ببین غذا ایرانی همیشه میخورن چیه؟ برنجی. خب چیزای قرمز توش باشه چیه؟ زرشک. خب حالا با زرشک بلو بوم. آفرین. بابا لاشی چقدر آسون میندازه به اینا. چی شاسون؟ بگو لاشخالیه. آقا تو چی میگن تو دکه میذارن فلان چیز موجود است. فلان چیز موجود است. سفته. نه آقا میدونی یخچال چی میشه؟ یخچال فریزر. یه نفر که خیلی عالمه خیلی اسکوله میگه چی تو؟ چی هستی؟ نه نادان. آفرین بچسبون به قبلیه. یخنادان. نه یخدان. آفرین. آقا انگشتر چی می‌دازن؟ نقره طلا جنس ببین یه چیزیه که زمانو نشون میده و دیوارم میزنه. من نمیگم ولش کن. داداش منم. شو آقا بریم. رضا کجا غذا درست میکنن تو خونه؟ دستم خورد ولی گفتی. آشه که توش همه چیز میریزن. شل قلم کار رشته. توش آبه. تو آب تو چیه؟ یخچال بطری خدای راحت. ببین پارسالیپ چی کار میکنه؟ کاور گفت. من گفتم این بعد. نه کاور گفت. رضا چی میخوریم؟ آفرین. آب چجوری میاد تا تو خونه؟ رود لوله آب. آفرین. آقا با چی عکس میگیرن؟ دوربینه مدار بسته. عکاسی دوربین عکاسی. آقا این چیه که خیلی خوشمزه است بچه‌ها نه ژلاتو توالت الان میزنه بالا. فاضلات دیدی میزنه بالا. فاضلات میزنه بالا. زرده. وای کثافت این چیه تو؟ آقا خیلی خوب گفت. قشنگه. شما میگی نگاه میکنی چی میاد بیرون؟ منظورت ذرت بود. آقا اون چیه که صبونه میخورن و خیلی هم کمر پر کنه. موز نه کله پاچه قسمت دومیش اسم حیوونه. نوشیدنیه؟ آقا یه مایه است که میذارن نون میماله. مربا؟ نه دو قسمته. یه قسمتشو بگو کدوم حیوانشو بگو اول. شیر پاکتی؟ نمیتونه دیگه نمیتونه. شیر انگور؟ شیر تریاک؟ شهر مستقیم نداریم. این که باش میبرن چی؟ چاقو شیره؟ اره شیره؟ گفت اره. ببین چی قبل غذا میخورن؟ صبحونه. نه نوشگاهو هم داره. سالاد. توند بزن. رضا تو چای چی میریزن خوشبوه؟ تریاک. نه گرونه. دارچین. نه اون یکی. گل لیمو. نه اون یکی. سبزه. هل سیاه بود تو چی میشیم تو خونه؟ صندلی. نه اون یکی نرمه. خب حالا جنسش اگه سیاه باشه مبل استیل. مبل صندلیای ماشین من جنسش چیه؟ چرم. مبل چرم. آفرین. خب آقا چی تو حمامه. لیف. نه صابون. نه اون که دوش. درازه میگم توش بخواب. کیسه. نه تو کیسه میخوابی. نه توش چی؟ آب میریزن توش. لیوان. بابا مثل بردیم.
با ماژیک روش می‌نویسیم. تخت سفید، تخت وایت بورد، وصف دیوار. تخت دیواری. نه وایسا ریدم. برای ویدیوی علی همش میریم می‌خریم. روش برگه می‌ذاریم. تخت شاستی. حضرت مسیح چی بس بود؟ چی؟ حضرت مسیح چی بس بود؟ سریع یه حیوان گنده تو آب همه رو میخوره. اسبابی. نه میخوره. نه میخوره. وحشیه. آفرین. من خوشیری ها میخورم آیه خام. سوشی. یه تابلو آیه قرآنی روش تو همه خونه ها هست. ونکات. سیگار یه چیزی از تایمو میتونی ببینی. ساعت. نه تایم تاریخو. تقویم. رو چیه؟ تقویم روزی. بگو آویزون میکنی لباسات بهش. سوسیال چیز ببین درخت چیه؟ چوب این استنگ میکنی چیه؟ لباس یه اسم دیگهش؟ پیرن قدیمیشو میگن لباس بکن من دور مانتو. وای سوتین. پیرن چیه؟ نیم رخ نیم رخ عروخ رخت چوبی رخت بکن چوبی چوب رخت آفرین درسته چوب رختی حاجی یه حیوانه میگن خیلی لاش خوره. کفتار. یه چی مثل کفتار. پرشین روز. نه یه چی مثل کفتار. یه آدم که نمیشنوه کره. زنا چی دارن؟ پروپولیس. زنا چی دارن؟ به جا دودول چی دارن؟ کرکس. آها بریم 1 2 3 یه میوت کوچولو داخلته توت یعنی چی؟ گرون ترین غذا دریایی ریزه. سوشی خاویار. بگو سری بگو چرا میکنه؟ ماهی خب این رو زنگ مار ماهی سنگ ماهی آفرین برو این چیه؟ لباس. حالا برای مرد نیست. لباس زنونه. بازی کنن میری باید بازی میکنه توی خونه بیرون خونه بازی میکنی میوه زردی که اون روز بعد زردالو. نه بعد کتونی نوشیدنیشو خوردیم. کتونی انبه شیر انبه. بگو سه ما میکنن نور بیاد تو خونه پنجره نه در نه چی پرده آفرین حالا خیلی خفنش پرده مرغداری مبله چرخ مبله نه تالایی مجلسی. سلطنت جلو این کی جلوتره؟ شما جلو. چرا؟ نه ما جلوتر ما جلو. بگو دیسک داره صدا میده ویالون نه دیسک داره یه دونه برای گنده داره میچرخه اسمش نمیدونم اونو براش چیز کن بخش. گرم کن آفرین ابیر آقا بخون یه چیزی که صبح میخوریم کریمی ولی روش نون. خب نان توست. نه من خیلی چاق شدم نمیخورم. نان رژیمی. آفرین ریز شکلاتیه چیه؟ تو آبه ولی رو زمین سوار میشیم اینجوری. اسب آبی. نه اسب دریایی. آفرین ببین مونالیزا. ببین گوش بده میشینم روش نرمه مبل خب حالا جنس چیه؟ مبل چرب نه سفته مبل سنگی چوبی مبل آلومینیومی مسی فلزی مبل فلزی پلاستیکی. نان خوش. مبل خوش قمقمه. برو بریم دود میکنن اسفند همونی که از درخت کندی خوردی. قرمزش. شاتوت. آفرین. میلا تندار گردن شان یه حیوان بزرگ تو دریا. اسب آبی. نه بزرگه. نهنگ. به آدم کش اسم دیگهش. نه آدم کش قاتل. نه یا قاتل. ماشین چای وای به یه باکس چی میگن؟ جعبه. حالا من دارم چیکار میکنم؟ میدوزم. جعبه دوز. من دارم میدوزم. جعبه باف. منی که میدوزن چی میگن؟ جعبه ساز. میدوزم. خیاط. جعبه خیاطی. میمیری میدم خدا میمیری هر باشی کردی خوردی. یس خیلی نزدیک بودیم. چند ثانیه؟ 1 ثانیه 6 ثانیه ما 134یم شما 6 ثانیه 6 ثانیه بازیمون تموم شد و برنده مسابقه کسی نیست جز مانی و افشار. آقا این از
تندیس این سری مسابقات ما قربان یوتیوبرها